بریم آقا تو با خود اینه
گوید از خدا نگهدار، گوید از دلدار، گوید از خدا نگهدار، گوید از خدا حوزه علمی علم‌های همکاری تبلیغ شاگردان بزرگی که ایشون تربیت کرد، ضایعی است که به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام مصداق این فرمایش ایشونه که لا سلمت الاسلام سلمتن و یسد خوشه. شخصیت این بزرگوار مرحوم آیت الله العظما آقای تبریزی به گونه‌ای بود که علاوه بر مدارج علمی بالایی که داشتن، همزمان تواضع، فروتنی، صمیمیت، مردمی بودن، ساده زیستی، برجستگی هایی داشتن که کم دیده میشه و بر همین اساس این ضایعه به این زودی جبران نخواهد. من تسلیت میگم مجددا خدمت همه آزادگان محترم ایشون بیت مکرم هستم. خداوند انشاءالله به همه ارادتمندان و علاقه‌مندان ایشون صبر و اجر نعمت با تعظیم، با تکریم از ایشان نام می‌برم و نقش سازنده و اساسی که ایشون در مقام کرسی تدریس و تربیت طلاب و فرزندان در این حوزه مقدسه داشتن، همین اثر جاویدانی است برای ایشان که نسل‌ها نام ایشان باقی خواهد. یادم آمد از فرمایشی از پیامبر بزرگوار اسلام فرماید که لموت بقیلة ایسر من موت آن. مجددا عرض تسلیت به مناسبت ارتحال جانگداز مرجع عظیم الشأن از دنیا بروند حضرت
متمرکز نشن عزیزان رو که درش باز میشه. الان بیان آقای نمیدونه که حرکت نکنه هستی ها باید حرکت نکنه میشه فقط اجازه بدید آقای شما مانعی نداره آتازی مانعی جا مانعی نداره مسعودی مراسم جشنی که امشب به مناسبت شب اول ماه بنا برگزار شود تعطیل و انشاءالله همه در مراسم بزرگداشتی مرجع بزرگوار در مسجد اعظم بعد از نماز مغرب شام که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است گرد خواهیم آمد و عزاداری خواهیم کرد. از عزیزانی که صدای من رو میشنوند از حرم منتخب توازن جمعیت کثیر و انسانهای عاشق و بی‌قراری که در سوی مرجع بزرگوارشون عزادار هستند خواهد بود. امیدوارم که انشاءالله هرچه سریعتر بزرگان مراجع اعظام نمایندگان محترم مقام معظم رهبری و دولت جمهوری اسلامی ایران قیود مراجع اعظام میهمانان عزیزی که امروز جهت ادای احترام به پیکر پاک مرجع بزرگوار آمده‌اند سریعا برنامه رو اجرا کنند که همه عزاداران لطف کنند فقط پیکر پاک رو منتقل کنند راهرو حرم مطهر قطع شد. آقا لطف کنند پیکر رو راه رو باز کنند که سریعتر منتقل کنند به جلو جایگاه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله لا اله الا الله. ای شاه بی غسل و کفن ای شاه بی غسل و کفن ای شاه بی غسل و کفن ای پیکر دور از وطن حسین 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 مظلوم حسین غریب حسین شهید حسین مظلوم حسین عطشان حسین غریب حسین مظلوم حسین 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 مظلوم حسین 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 الله اکبر الله نیت و تلاش تقوای الهی را پیشه کار خود کنند و در امر تحصیل تلاش کنند و همواره رضای خدا را مد نظر داشته باشند. این جانب در طول دوران عمرم طلبه‌ای بیش نبودم و
و مثل یک طلبه الله و برکاته جواد تبریزی پیکر رو آماده حرکت برای تدفین. عذر میخوام از اینکه فرصت گذشت. از همه رفتیم ماهی زدن
ببخشید ایشون صدا که من دوربینم رو چند تک میگم آقا بس بزرگ دوار ببخشید ایشون صدا که من دیگه پایین نیاد چند تک ایشون ببخشید چند تک میگم نیزه من بزن میدم الان بزن جلوگاهگیری میکنیم حاج آقا از این بالا بزن حاج آقا
وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم المنتظر المهدي أئمتك أمير المؤمنين وسيد المسيحيين وإمام افترض الله طاعته على العالمين فأن الحسن الحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد
شرائي بهم أتولى ومن أعدائهم في الدنيا والآخرة ثم اعلم يا جبار ابن علي أن الله تبارك وتعالى نعم الرب وأن محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده الأئمة العشر نعم الأئمة وأن من جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق وأن الموت حق وسؤال منكر ونكير في القبر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والميزان حق وتطور الكتب حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور هداك الله إلى صراط آقای بفرمایید عقب‌تر اجازه بدید بعدا دفع بشه کار تموم بشه نزدیک اذان ظهر خواهش می‌کنم بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم. از عزیزانمون تقاضا میکنم کنار مزار یه مقدار محدودیت هستش. مردمان گرانقدر آمادن که انجام وظیفه کنن. از برادران عزیزمون تقاضا میکنیم به قسمت
قسمت جلوی تریبون جلایت بشن با جای انسانی عزیز جای خوشی و از آن که هستن. بله فرصتی هست تا اذان ظهر. من تقاضا میکنم از آنی که جلوی محل قبل اجتماع کردن لطف کنن جا رو خلوت کنن. آجه های انسانی، آجه های خورشیدی هدایت بشن به قسمت جلوی جایگاه روی از آن که هستن هدایت بشن جلوی توسلی در فرصت باقی مانده تا اذان ظهر هستش. نماز جماعت ظهر هستم در شبستان امام خمینی برگزار میشه و همچنین مسجد اعظم. لطف کنن عزیزان یه مقدار اون جلوی محل دفن رو با آرامش راه رو باز بگذارن که بتونن مراسم رو به خوبی انجام بدن. لطف کنن اجازه بدن رو همجا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث آدم صبغة الله. السلام علیک یا وارث نوح النبی الله. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. تمام شد دارن گس میگن آه تمام شد تمام شد نه تمام احمد بس احمد کیو خواست خط چه نوشته آج آقا چه کار بکنه چه کاری بیا نرید شب میره پایین ها ما این دادا و رسوله و صدق الله و رسوله چیه این آیه؟ آب بیاره
چارچوب برمیاد چارچوب بلد کن آقا مفاتی رو بده دفع شارکی آقا جارو رو بده اینجا رو آقا جارو رو بده آقا جارو رو بده تو شارکی بشینه تلقین بعد از دفت رو بخونه بپاش بیا آقای فشارکی بیاد اونجا جواد آقا جواد آقا نه این ور میخونه این ور عقل میکنه اینجا هم بزن گل نشه آب زمزم بیاد آقا اجازه بده تختر بذار ببینید آقا بلند شو ببینم آقا بلند شو میشکنه برو آقای ایمانی نزا بیام خلوش بده بیا خلوش بده بیا خوبه زیاد نرو خوبه این یه خواهی نه آقا نه آقا دیگه نمیخواد تو بس تو پاتو برش کن فشار نده فتح کندی خدا خیرت بده بیا آقا فشار به خاک نده زیاد آقا فشار نده خاک تازه است میره پایین الحسن ابن علي والخوف الحسن بمیرم برای همون چیزی که مرحوم آیت الله تبریزی عاشقشه الان میگه از همون برام بخون چند دختر همسایه اومده در خانه زینب ای دختر همسایه سوی خانه روانه بخوای صداها با نفسها منو کمک کنن شم دختر همسایه سوی خانه روانه چرا؟ زینب دیگه من خانه دار شدم زینب سه روز نیست که شده صاحب خانه بیمار شفایا نمیدونم جاش این روز مال شرمال روز شهادته اما این فضا اجازه میده من یه بیت بخونم دختر همسایه بشین برات در